قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل بگوی پیامبر در دعای تو دعا کو اللهم یا الله مالک الملک پادشاه پادشاه هستی تؤتی الملک من تشاء میدی پادشاهی را حکومت من تشاء و کسی را که بخواهی اراده کنی مؤمن کافر و تنزع الملک میگیری پادشاهی را ممن تشاء از کسی که بخواهی و تعز من تشاء عزت میتی کسی را که تو بخواهی و تذل ذلیل میسازی من کسی را که تو بخواهی بیدک الخیر بدست تو تماما خیر است خیر دنیا و آخرت انک علی کل شیء قدیر بدون شک تو الله به هر چیز قدرت داری تولج اللیل فی النهار داخل میکنی شب در روز و تولج النهار فی اللیل داخل میکنی روز در شب و تخرج الحی من المیت بیرون میکنی زنده را مرده و تخرج المیت من الحی بیرون میکنی مرده را زنده و ترزق من تشاء بغیر حساب رزق میتی توی الله من تشاء هر کسی را که تو اراده کنی بغیر حساب بدون حساب فرمان رزق میتی. حال الله در اینجا مناسبتش چیست؟ آیاتای توحید بیان کرد که دین اسلام یگانه دین برحق است. بعد بشارت داد کسایی که به اسلام و مسلمانان نزدیک است. حال الله ای را بیان میکنه که برای کافرها بگو که تمام اختیارات دنیا آخرت پیش الله عزت است نبوت است رسالت است. اصل رد به عقیده از اینا میکنه. اینا میگفتن چرا الله نبوت از ما گرفت از بنی اسرائیل به بنی اسماعیل داد به اولاد اسماعیل رسول الله صلی الله محمد چرا به محمد داد؟ الله میگه برای از کافرها بگو که الله مالک الملک است او میته حکومت و نبوت به کسی که بخواد میگیره از شما گرفت و اینا داد شما بیدین شده این از شما گرفت. الله قدرت داره است کی میگیره پادشاهی را برای کی میته این قدرت الله کی را عزت میته عزیز میسازه کی را ذلیل میسازه این اختیار پیش الله. هیچ مخلوق نمیتونه که به کسی پادشاهی بده مخلوق نمیتونه که کسی را عزیز عزت بده یا ذلت این کار الله است. ظاهرش اسباب ببینی فکر میکنی که انسان کردن این کار الله. شب و روز الله میارد مرده را زنده را رزق فراوان یا کسی را الله میده کل اختیارات پیش الله. این کلمات توحید است در این آیت بسیار آیت های توحید. اللهم اصلش یا الله بود. امام سیبویه و امام خلیل در نحو امامای نحو است امام گرامر عربی است. یا الله یا حرف ندا است حذف شد و در جای ازی میم آورده شد میم مشدده ها و میم آورده شد. اللهم قل بگوی پیامبر الله امر میکنه با پیامبر. سبب نزولش این بود که هر وقت که رسول الله صلی الله علیه و فتح کرد مکه را امت خدا وعده داد که فارس و روم میگیرن. منافقین یهود گفت که دور است محمد کجا و فارس و روم در کجا و بسیار عزتمند هستند بسیار قوت دارند. الله میگه که شما نمیبینین الله پادشاهی پیش الله است کی را میته و کی را نمیته. عبدالله بن عباس از عباده بن صامت روایت میکنه و کان بدری تقیا بدری بود با تقوا بود کان له حلف من الیهود هم پیمانای یهود داشت عباده بن صامت. هر وقت که رسول الله صلی بیرون شد در روز احزاب قال له عباده برش گفت که یا نبی الله ای نبی الله ان معی 500 من الیهود 500 یهود به همراه ما است و قد رأیت یخرج معی اجازه میدی که به همراه ما بیرون شوند فاستظهر بهم علی العدو که الله توسط از اینا دشمن غالب شوند. الله باز آیت بعدی منع کرد که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء مؤمنین کافر ولی نگیرند. پس پادشاهی را الله متعال به کسی که میخواهد میته و از کسی که میخواهد میگیره. قل بگوی پیامبر اللهم یا الله مالک الملک اینجا یا مالک الملک ای پادشاه اینی را اسماء و صفات میگه در دعای وسیله کردن. وسیله چیست؟ اسماء و صفات الله. اللهم این بسیار الله ای معبود برحق اللهم ای معبود برحق مالک الملک ای پادشاه یکم دفعه که دعا میکنین اینی آیت ها را بگوین اللهم مالک دعا زود قبول میشه. تؤتی الملک من تشاء
میدی پادشاهی را کسی را که بخواهی و تنزع الملک ممن تشاء. یعنی چی معنی؟ متصرف در کائنات تو هستی. پادشاهی را به کی میدی؟ از کی میگیری؟ میتی پادشاهی را میگیری از کسی که بخوای. مثل که شما دیدین دیروز انتقال قدرت در امریکا بود، نه؟ سال 2000 چند شد؟ 20 جنوری بود انتقال قدرت. الله گرفت از این میگیره به اون میتمیل قدرت داده کافرها را. این کار الله بخوا بسیار آسان میگیره. اما قسم در تیارشان روان که کلش روان میکنه، کلش روانش میکنه، حکومتایشان شکست میده. الله میگیره، امتحان میکنه الله ما و شما را. چند وقت به اونا قدرت داده. کار الله میدی پادشاهی را، متصرف در کائنات و حکومت تو میتی به کسی که بخوای. کافر مومن الله میده. و تنزع الملک میگیری پادشاهی را ممن تشاء، کسی که تو بخوای. یعنی پس میگیری. پس ما و شما اگر میخوایم تغییرات در دنیا بیاد و حکومت ها از الله بخوایم. یا الله این کافرای ظالم ظلم کردن، نه؟ پادشاهی را به اینا دادی عوضی که عدالت کنن، ظلم کردن، بیگی از پیششان. الله از کار الله. و تعز من تشاء، عزت میتی کسی را که بخوای. و تذل، یعنی عزت میتی کسی که را ده. و ذلت میتی به کسی که بخوای. میگم تو میخوای عزیز شو، از الله بخوای که الله عزت بده. ذلیل شدی بگوی الله مرا از ذلت نجات بده. کار الله است. ما شما دیدیم که مثلا صدام داد دیگر چند وقت پس از پیشش گرفت. چطور ذلیل ساخت بسیاری ها را. بیدک الخیر، به دست تو خیر است. به دست تو ید الله داره کیف ما یلیق فی شانه. الله دست داره کیف ما یلیق، چه قسم لایق سزاوار شانش. کیفیت شما نمیفهمید. مثل که ذات الله را بگوی به کدام کیفیت هست، را کلی قبول داره الله است. یعنی چه قسمت میگه ما نمیفهمم. الله این تو دست داره کیف ما یلیق فی شانه. مثل دیگه مثل ذاتش دستش هم است. بل یدا مبسوطتان. تعویل نمیکنیم. یکم تا میگنی ید به معنی قدرت. چرا؟ با قدرتت خیر است. قدرتت خیر. قدرت الله خو معنا نمیده. قدرتت خیر است. قدرت الله خو عذاب هم است، نه؟ جزا میده. خیر یک چیزایی میکنن که یعنی به دست تو خیر است، خزانه های کل خیر دنیا و آخرت. میخوای الله برات خیر بده، بگو یا الله بده. ولله خزائن السماوات. از مخلوق نخواه. در یک جای قبر است در پاکستان به نام دادا گنج بخش. دادا گنج بخش. میگه گنج میته. گنج خزانه نداری برو پیش از اونجا میرن از اون میخوان. توبه. او بیچاره مرده را میگن که گنج بخش. و زنده بود به خود گنج داده نمیتاند به خود دیگر ما. حالی که مرده به دیگرها گنج و خزانه میته. اونجا میرن از اون گنج و خزانه میخوان. چی شرکیات. گنج و خزانه پیش الله است. مال میخوایی، سرمایه میخوایی، هر چیز از الله بخواه. خانم خوب میخوایی از الله بخواه. شوهر خوب میخوایی از الله بخواه. هر چیز خوب پیش الله است. و انت علی کل شیء قدیر، انک بدون شک تو به هر چیز قدرت داری. چی معنی؟ عزت بیتی، ذلت بیتی، پادشاهی را بیتی، هر چیز قدرت پیش الله. چقدر آیات واضح است. چرا رد میکنه؟ نه اینجا اثبات توحید در تصرف است. متصرف در کائنات، عمل کننده در کائنات پیش الله است. اختیار پیش الله. مخلوق ما کان لهم الخیاره. مخلوق اختیار نداره. تولج اللیل فی النهار، داخل میکنی شب در روز، مثل که داخل میکنی روز در شب. یعنی چی معنی داخل میکنی؟ روز میاد شب میره، شب میاد روز، تاریکی و روشنی رو میاری، زیاد میشه و کم میشه. نه فصل های زمستان و تابستان زیاد. امیال شب چی است؟ دراز است، نه روز کوتاه. با در تابستان چی میشه؟ روز دراز میشه، شب کوتاه. این کار الله است. شب روز الله میاره. آمیزه آفتاب که میگرده و شمس تجری لمستقر الله، به اختیار الله. و سخر لكم الشمس والقمر، آفتاب الله تابع کرده. شب روز الله میاره. هیچ کس میال ادعا کنه نمیتونه که من میارم، غیر از الله. یک ذات ادعا میکنه که من میارم. ذاتی که قدر، یعنی هر آن تغییرات میاد. شب روشنی میاد، تاریکی روشنی، تاریکی زیاد کم. این میتونه که هر مشکل حل کنه. اگر الله نکنه باز هیچ کس نمیکنه. اگر از غیر الله خواستی کافر هم میشی، مشرک هم میشی، چیزی هم به دستت نمیاد.
از الله بخواه. اگر میکنه الله، اگر نمیکنه الله نمیکنه. بخیرت است، یکم دفعه یک چیز بخیرت نمی باشد. بعد میگه یا الله اینه میجا بر من یک دکانک بده، ولی من نیست بخیرت نمیتم. یا اینه می خانم بر من ازدواج که اگر اینه می نشه من قبول ندارم، الله نمیتم بخیرت نه. این تو نگو بگو یا الله یک صالح را یک نیکه، اینطور بگو. یکم تو امسر یک نفر استاد است خدا به دیوانگی زده توبه. اینه میگه میشه من میگه نمیشه من می 1000 توتی میکنی یک توتی از فلانی خانه است، 1000 توتی میکنی اینه می غیر از دیگر قبول ندارم. میگه جاهلان است. غیر از تو چی میخوای؟ دو چی کمال است؟ از او کده اگر کدام کمال دو دیدی کسای دیگه است که از او کده کمالش بالاتر است. کدام کمال دو دیدی تو؟ یکم دخترای جاهل نه 1000 توتی میکنن یک توتی مزه میست. یکم بچهای جاهل ما اینی میره انتخاب کردیم. یکم خانمای جاهل یک شوهر است خدا یک تا شوی یک تا این مرد دیگه کار ندارم. نه جاهل مردم بدبخت نافام. هر کسی که به خیرت است از الله خیر بخواه. خیر چیزی که الله خیر است و نمو را به من نصیب کن. علم خیر است، دنیا خیر است. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. زنده میکنی تخرج بیرون میکنی الحی زنده را از مرده. زنده از مرده چند معنا داره و این معنا در قرآن آمده. زنده چی است؟ حی زراعت سبز. من المیت از مرده دانای خشک. دانه خشک گندم جو جواری میپرتینی خشک از او چطور تازه و سرسبزی رو میاره. حیات با روزو میتنی با خشکی حیات میتن. و دیگه چی؟ و تخرج المیت که دانه خشک است من الحی از حی از امو درختای نباتات سبز. نبات سبز ببینی همو گندم خشک و جواری خشک همی چیزا لوبیا و نخود و برنج بیرون میکنن نه سبز. و دانه برنج خشک اون سبز دیگه چندین تای دیگه را بیرون میکنه. از یک خسته خالی در باغا از باغا و سرسبزی ها خسته ها بیرون میشن. کاری الله. و النخلة نخل مثلا درخت خرما من النواتی از خسته خرما و خسته خرما را درخت خرما که خود خرما در بینش خسته است. دیگه تخرج الحی بیرون میکنی زنده را. زنده که مرغ است من المیت از مرده که تخم است. و تخرج میت که تخم من الحی از خود مرغ که زنده است. دیگه تخرج الحی بیرون میکنی حی که مؤمن است. بسیار آیات ها میاد که و جعلنا له نورا افمن کان میتا فاحییناه. کسی مرده باشه و را حیات بتیم و جعلنا له نورا سوره انعام میاد برش نور بتیم. کافر الله میگه مرده است فاحییناه حیاتش اسلام ایمان. پس بیرون میکنی الحی مؤمن من المیت از کافر. مؤمن از کافر کی است؟ کافر کی بود؟ آذر پدر ابراهیم. مؤمن تو یک پیامبر جهانی اولو العزم الله بیرون کرد. و تخرج المیت و کافر از مؤمن. نوح علیه السلام مؤمن از او کافر فرزندش کافر. ابن کثیر تبع. و دیگه چی؟ تخرج الحی بیرون میکنی عالم من المیت جاهل. کس جاهل مرده است کور است. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الأعمى والبصير. بینا کور بینا از کور. عالم از جاهل از عالم. بسیار وقت یک کسی است عالم است پدرش عالم نبوده خاندانش عالم نبوده. جاهل از عالم. و دیگه چی؟ تخرج الحی بیرون میکنی زنده را که انسانات من المیت که نطفه است. نطفه مردگی چیزی حیات نداره. و تخرج المیت که مرده نطفه من الحی از انسان زنده. یعنی همین قسم تا چهار پایه انسان هست. یک کار الله است. و شما میبینین که در آن واحد حی انسان زنده پیدا میشه نطفه. در یک ثانیه چندین انسان در یک ثانیه چندین انسان میمرن. چندین هزاران تا میمره هزاران تا به دنیا میاد. الله هر آن در یک ثانیه چقدر کار میکنه.
یعنی الله این کارا رو کردن میره بگو یا الله این بخیر مثلا این کارا بکو، پیش الله این کار کردن آسانه. و شله باش در دعا، بسیار یقین داشته باش، رزقت حلال کو. این تو نگو یا الله اگر دلت میشه بته نمیشه نه، این گپ چرسی هست. خب چرسی ها چی میگن؟ ما از خدای خود خواستیم، میتم دلش نمیتم دلش، این خود گپ چرسی هست. خب ما از خدای خود خواستیم یعنی که دخصیش نیستم، چرسیستی تو. یک چرسی آدم بود مرا میتو گفت من از خدای خود خواستیم. من گفتم من راستی هم که میگه چرسی سړی نه سړی، راستی هم تو چرسی که از خدا کافر میکنه. یک وقت الله را داشت همین شرابی و نشه کلش پودری، چرسی، سیگریتی، نسواری کلش بد مردم هستن. و ترزق من تشاء بغیر حساب، روزی میتی کسی را که بخوای بدون حساب. چی معنا؟ یا الله یعنی رزق همه پیش تو است، بعضی رزقش زیاد میکنی بدون حساب، اینقدر مال و سرمایه، بعضی را کم میکنی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نگیرد مؤمنا، نگیره الکافرین کافرارا، چی نگیره؟ اولیاء دوستا، دوستی نکنه، مددگار مدد نخواه از اینا. من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنین. مؤمنین نمانده که کافر دوستی میکنه، یا هم با کافر دوستی داره هم با مؤمنین، اردوش ممنوست. و من یفعل ذلک، هر کسی این کار کرد که کافر دوستی کرد، فلیس من الله فی شیء، نیز در دین الله ده هیچ دینی، هیچ بیدین است. الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر این که نگاه کنین خود را به نگاه کردن از شر کافرها. و یحذرکم الله نفسه، می ترساند شما را الله به عذاب نفس خود. و الی الله المصیر، خواهد به طرف الله بازگشت شما است. در اینجا الله میگه وقتی که قدرت کامل پیش الله، چرا که کافر دوستی میکنین؟ چرا از کافر مدد میخواین؟ کافر کمک نخواین، از کافر مدد نخواین، مؤمن میمانین که کافر شد دوستی میکنین. اینجا الله شدید رد میکنه با بالای کسایی که با کافرها چی میکنن؟ دوستی میکنن. و میگه که حرام است، ممنوع، هشدار که کار نکنین شما. سبب نزولش گفتم عباده بن صامت بدری بود، هم پیمان یهود بود. یهودی ها در مدینه زندگی میکردن. رسول الله هم در جنگ احزاب که بیرون شد، عباده گفت که ای رسول الله اگر اجازه باشه 500 نفر یهودی ها رو میارم که در جنگ که ما شرکت کنن. رسول الله هم گفت نبیاری. یا آیت نازل شد گفت کافر مددگار نگی. از کافر در اختلاف است، کمک خواستن، یعنی دولت اسلام، حکومت اسلامی باشه، میتونه که از کافر مدد بگیره، کمک نظامی علیه دیگه کافر. در یک چیز اتفاق است که از کافر کمک نظامی گرفتن علیه مؤمن، علیه مؤمنین، این حرام قطعی است و بسیار خطرناک است. اما علیه کافر در اینجا اختلافه. بعد میگه بعضی میگنی دلایل است مختلف، در اول الله منع کرد و پسان میگه اجازه داده. اگر ضرورت باشه میشه که کافرای مستقل نه تو در تحت سایه مثلا ذمی اهل ذمه باشه، در زیر حکم الله، زیر بیرق مسلمان ها بیان برن که کافرها بجنگن. مثل که یهود یک منطقه زندگی کنن، نیم بگویم هم خاکم است، ضرورت شد وارم نظامی کنی و علیه کافر دیگه بجنگانی. این بعضی میگه جایز است، اکثریت میگن و دلایل هم است. اما علیه مؤمنین تو خطرناک است که ولا يتخذ المؤمنون، نگیرد مؤمنین کافرها را اولیاء دوستا من دون المؤمنین، کافرایی که دشمنای شماست با همراه از اینا دوستی نکنین. و اولیای الله که مؤمنین را ترک کنین. این معقول نیست که انسان در بین محبت الله محبت دشمنایش جمع کنه. کافر دشمن الله، چطور میتونی تو هم با الله محبت کنی هم با دشمنش؟ زمحشری میگه من شدم مؤمنین که دوستی کنن ایوال کافرین، دوستی بکنن با کافرها، اجت قرابت، خویشاوندی است یا راستکاری است یا غیر اسبابی که است، هر سببی که است. و من یفعل ذلک، هر کسی که کار کرد، من یوال کفره، دوستی کرد با کافرها، فلیس من الله، فلیس من دین الله فی شیء، ده دین نی، یعنی دین برآمده، بی دین میشه. الا ان تتقوا، مگر این که بترسین شما منهم از اینا محذورن،
تقاتا بترسین از اینا با حفظ کردن خود حفاظت کنین. تقاتا یا ضررشان شرشان از خود دور کنین. پس شما چی کنین با دو صورت؟ دوستیشان آشکارا کنین به زبان نه به قلب. یک مدارات است، مثل که بعضی روایت شده است که ما در زبان در روی خود اونا را خوب میبینیم، قلبهای ما اونا را لعنت میکند. و یحذرکم الله نفس، الله شما را میترساند از عذاب نفس خود، از عذاب ذات خود. و الله المصیر، و طرف الله مین، الله جزایتان میده. خب اینجا موالات تفصیل داره. خب یک موالات است که قلبا یک کسی که کافر محبت میکنه، کافر خوش میبینه قلبا محبت کرد که به خاطر کفر یاش که کافر است و من خود قلبا این را دوست دارم، این آدم کافر میشه. تا ولی موالات قلبا در اتفاق. دوم درجه شیست که یک کسی که مؤمن که کافر دوستی در چیز میکنه، در ظاهر میکنه، در ظاهر گپ خوب میزنه و اعمال و احترامش میکنه و اینی کارا. این آیا جایز داره یا نه؟ جایز است یا نه؟ در این تفصیله. یک مؤمن که در یک جای زندگی میکنه، حکم اسلامی است که باید در یک جای زندگی کنه که احکام اسلام تطبیق بتانه. نماز، روزه، دعوت، عقیده خود اظهار کرده بتانه، اعمال اسلام اظهار کرده بتانه در اونجا. اگر یک ساعه برش کافر یک ساعه میگیره، غصب میکنه، ساعه برازی تنگ میکنه که دینه میشه، نمیتونی اسلام ظاهر کنی، نه عبادات تا میتونی، نه دعوت میتونی، نه عقیده تا اشکارا کنه میتونی. راه دعوت بند کرد که بند کرد، در این صورت چی گفت؟ پس هجرت فرض است. هجرت، ترک وطن. قل عبادی الذین، قل بگوید برای عبادی بنده های ما، ان ارضی واسعه، قل عبادی ان ارضی واسعه فیها فهم، زمین ما فراخ است، برین فقط مرا عبادت کنید. و دیگه آیات های بسیار زیاد درباره هجرت. پس هجرت به خاطر دین الله تکلیف برد. بله توانایی داری باید هجرت کنی، برین. اینا یک صورت دیگه است که کسی توانایی هجرت نداره، پیر است یا مرد و زن پیر است یا طفل است یا جوان است، راه جور نیست، راه بند است، راه هجرت بند است، یک مکان هجرت وجود نداره. اینا در اینجا ماندی، دینی ساعه میمانی. وقتی که میمانی راه هجرت هم نیست، یا هجرت میکنه یک زمین هجرت نیست، میشه تو یک وقت بیا زمینی که انسان وطن ترک کنه. هجرت بسیار سخت، که وطن و کل زندگی تا ترک کنی بسیار یک عمل سخت است. آسان است ولی بسیار قربانی میخواد. نظاهر بسیار بر انسان سخت معلوم میشه. اینا دینی صورت با دینی ساعه که هستی، اگر عقیده و عمل تاشکارا کنی میزنید یا میکشید. باز اینجا علما میگم اگر تنها یک چیلی زدن باشه و یک تهدید باشه و یک بندی کردن عادی باشه خیر است. میگم همین تکلیفا رو برداشت کو، اعمال تا ظاهر کو، دعوت بدی کم. اما اگر میفهمی که دین میجا من هستم، اگر می عمل خودش آشکارا کنم و می دعوت خدا کشته میشم، یقینی شد یا چی میشم؟ بیعزت میشم، خودم یا مال سرمایه من میگیرم. با دینمی صورت ورای هجرت هم نیست، دینمی چه؟ این جایز است که الا ان تتقوا منهم تقا، مگر که خدا نگاه کنین به نگاه کردن، یا میترسین به خاطر نگاه کردن خود عزت و آبرو، خاطر حفاظت خودت، مالت، جانت، آبرو، عزت. این نمیشه با چی کو؟ با زبان کتیشان اعمالت میشه پنهان کنی، گپایی که اینا بد میبرن و آشکارا نکن، که خود در خانه اونجا انجام بدی، در ظاهر که از اینا اخلاق کنی، سلام بیتی، مثلا نمو توی خوب هستی جان و جورت چطور هستی، دکتشان دست بیتی، یکام احترامشان نکنی. نه همون چه قسمی که رواج است در منطقه عرف است، احترامشان نکنی. یکام ترس است دفاتی ها گیریش نری میزنید، نه دفاتی هاش بری یکام کارا کنی، نه میفهمی که زدن به مرگ است دیگه. همینجا جایز است، ولی این رخصت است. رخصت
عزیمتی است که اگه اینمیجا عقیدت آشکارا کردی کشتت شهید شدی بسیار درجه. عزیمتی است که نکو همیجا مبارزه کو تا اینکه شهید شد. اما جایز است یا یک جای کافر تو را میگیره یک صورت دیگه شیه سرت فشار میزنه که قریب به مرگ میفهمی که حالا میمرم دیگه میگه بگو این گپ اسلام رد کن گپ ما را قبول کن تو میگی اگه نکنم میکشم باز اینمیجا هم چی کار کنی؟ همیجا به زبان الا من اکره و قلب مطمئن بالایمان فشار آمد کشته میشی فشار مرگ است اینجا قلبت مطمئن باشد به زبان بعد کلمات کفری را هم بگوی جایز است عزیمت نیست رخصت است عزیمتی که اگر همیجا هم نگویی بگوی غیر از اسلام دیگه چیز نمیخوایم زدت شهید بسیار درجه دار بیش الله شهید است اما الله رحمت الله است که میگه خیر اگه ضعیف شدی توانایی برداشت نداری بس با زبان بگو قلبا نه به خاطر نجات خودت خب توجه شدی بسیار مثالا دارد همی وقتا مثالاش زیاد است اینمی الا ان تتقو مگر که خود را تتقو معنی تحفظ و حفاظت کنین خدا به حفاظت کردن از شر کافر بعضی گپا را در زبان در ظاهر بگوین قلبا نه ولکن من شرح صدرا کسی سینه خدا با کفر باز کرد فعلی غضب من الله و بالا از غضب الله یا مشابه و نمایت صورت چیه صورت نحل است خب این دو موضوع سیوم گپی است که یک کسی هجرت میکنه به خاطر مال و سرمایش یا در دینش مشکل نیست در جانش هست کسی میکشه ایره مالیش هست بعد میگه به میام هجرت هست هجرت بکنم مثل که موسی علیه السلام به خاطر نجات نفس خود از کجا هجرت کرد؟ از مصر به طرف مدین رفت نه؟ فلما توجه تلقا مدین اونم میگه است بعضی میگه نه امی هجرت اگر میکنه ای به خاطر دین نی ثواب نداره اگر میکنه خدا نجات میته بته اما ثواب نداره به خاطر حفاظت جان به خاطر حفاظت آبرو مالش دزداست نه یک جای گروری است بی امنی است به این خاطر میری پیش الله میگه ثواب نداره پس در اینجا احترام کردن کافر در صورت که ضرورت نباشه حرام است خب اینمی تو ضرورت هم اینمی در جای میتونی که کت کافر معامله بکنی که اونجا جای اجرت هم نیست و دین هم سخت است بیان کردنش اونجا میشه معامله شد معامله می که در ظاهر قلبا نی تقیه پسیره میگن تقیه نی یا تقیه میگن تقیه یکی تقیه ماست خوارج میگن به هیچ وجه صحیح نیست اگر کافر سر فشار رو میکشید جای اجرت هم نیست میگه جایز نیست بان کشته شد خوارج میگه سلام دادن به کافری به هیچ وجه که کافر معامله هیچ وجه نکنی او رخصت قبول نداره عزیمت میگه باش عزیمت میگه فرض است و باز تشیع یا رافیزیا یا چی میگن یا میگه در هر حالت تقیه شده میتونه کمی فشار آمد بس میگه خدا چیز کن در بعضی کتاب های هست میگن که اگر یک کسی چیز بود سنی بود نماز پشتش نمیشه مثلا به 12 امام باور نداره به معصوم بودن نماز نمیشه اما اگر تقیتاً به خاطر تقیه میخوانی میگه یک نماز پشت سنی خواندن مثل که پشت نبی نماز بخوان میگه اندک فشار آمد اظهار کفر فرض است حتی ایتو میگن فرض کفر آشکار کن او در حقیقت دیگه نفاق است در اسلام به نظر اهل سنت رو نفاق میگن کم فشار آمد در ظاهر میگه ای تو شما مردم منی ای تو یک مذهب قوی ای تو یک دین قوی اما خودت باور نداری خب ولی از ما و شما نه دیگه حالا متاسفانه که یک طرح ناسلی سیلی نازده ببینی چیزایی میگه یک سیلی نخورده ببینی تو افترا و دروغ چند نفر در مصیبت میپرته به ناحق کاش که به حق باشه نگیرد مؤمنین کافرها را دوست بغیر از مؤمنین مستقل دوست که مؤمن میمانه یا مشترک هم مؤمن هم کافر نه حرام است کسی کار کرد در دین الله نیست مگری که بترسین از اینا بترسیدن یعنی خدا نگاه کنین به نگاه کردن که جانت در خطر است یا مال یا
سورتایش گفتیم. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله علی کل شیء قدیر. قل بگوی پیامبر اگر پنهان میکنین آنچه که در قلبهای شماست یا اشکارا میکنین، یعلم الله، الله میفهمد که چی است در قلبتان و جزا میتن. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، و عالم است با آنچه که در بین آسمان و زمین است. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قدرت داره. در اینجا الله رد میکند. قل بگوی پیامبر با بالای کی؟ با بالای بعض کسایی که در قلب خدا کفر پنهان میکنن. اینا الله میگه کسی از ما خدا پنهان کرده نمیتونه. این تخفوا اگر پنهان کنین ما فی قلوبکم، آنچه که در قلبهای شماست، چی؟ من موالات الکفار، دوستی با کفار، او تبدو یا اشکارش کنین، فإن یعلم الله، الله خبردار است، هیچ چیز از الله پنهان نمیشه. اگر تو حقیقتا با کافر قلبا محبت داری و فشار هم نیست سرت، باز میگه که نه هدف ما ایست که از این کافرها استفاده کنیم، الله میگه من خبر دارم در قلب تو چی مرض است، من میفهمم، الله میفهمه و جزایت میته. حالا اگم تو را که بگوی چرا این کافرها را شما صفت میکنی؟ چی میگه؟ از این کافر استفاده کو، ما فقط از این کافر استفاده میکنیم، جور میکنیم سرش، وطن خدا باز میکشیم دادم بهش میزنیم، برو میگم خود تو چرا خودت جور نمیکنی؟ نه جور میکنیم وطن خودت جور کو وطن. یارا بگو ما با شما ضرورت نداریم، پیسه میتی هر چی میتی بتی با ما، برو گم که خدا نبینیمت. و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، عالم است الله با آنچه که در آسمان هاست، تماما اموری که در آسمان هاست، و الارض و آنچه که در زمین است، حادث چیزی پیدا میشه، میره میایه، نه همه هیچ چیز پنهان نمیشه. والله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز قدرت داره، صاحب انتقام است. الله انتقام میگیره کسایی که مخالفت کنه، تهدید میکنه الله که ما قدرتمند هستم، می تو کفر بچی نکو جزایت میتم. یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. روزی را یاد کو، روزی را که کل تجد پیدا میکند، کل نفس هر انسان هر شخص، ما عملت جزای و اعمالی را که انجام داده، من خیر از خیر، محضرا حاضر، و ما و او اعمالی را جزای و اعمالی عملت که انجام داده، من سوء از گناه، تود و آرزو میکند، لو ان بینها و بینه، کاش که در بین زمین عمل و در بین ازی امدن بعیدا، یک زمانی بسیار دور می بود، کاش که یک فاصله بسیار دور می بود. و یحذرکم الله نفسه، می ترساند شما را الله از عذاب خود، والله رؤوف بالعباد، الله شفقت کننده است به بنده‌های خود. در اینجا تخویف عذاب آخرت است که دوستی با کافر هشدار نکنین که در روز قیامت، الله میگه در روز قیامت جمع میشین، الله میفهمه که تو که کافر چی معامله کردی، مؤمنین چقدر شکشتی با دوستی با کافر. یاد کن میگه روزی را تجد کل نفس، روز چیز؟ روز قیامت پیدا میکنه هر نفس ما عملت من خیر محضرا، جزای او عملی را که انجام داده از خیر، محضرا حاضر شده. یعنی در روز قیامت عملش حاضر میشه، اگر خیر هم است توحید هستی غایب نمیشه، اگر خیر بود اون جزای خیر، اگر شر بود با جزای شر دارد. و ما عملت، و آن جزای آن اعمالی را عملت که انجام داده بود، عمل کرده بود، من سو گناه، حاضرا اموجا حاضر میبینیش، بدم باشه میبینه و خوبه بسیار، و چهره اعمال بد بسیار چهره بد داره، میبینید اونجا مجسم میشه. از این روز میگه بترسین، دنیا کم وقت از فریب نخورین. تود لو انها، باز اگر عملش بد باشه آرزو میکند که لو ان بینها، کاش که می بود در بین اینمی عمل خصلت بد و بینه و در بین اینمی انسان عمد مسافه را میگه، یک مسافه بعیدن دور می بود، دور، کاش که یعنی یا لیتنی بین المشرق، در بین میگه عمل در شرق می بود، ما در غرب، کاش که عمل بد نمی بود، جزای از او که میبینه خطراتشه، میگه کاش که من این کار نمی کردم، ولی اوجا فایده نداره گپا آرزوها. و یحذرکم الله نفسه، الله می ترساند شما را از عذاب نفس خود، در اینجا تخویف است.
از عذاب خود میترسانه. که تو کافر دوستی نکنین که عذاب سخت است. والله رؤوف بالعباد، الله شفقت کننده است با بنده های خود. الله دوست داره که بنده ها برای درست بره و می خاطر میگه که مؤمنین دوستی کنین. این میال ما شما چقدر کشورهای اسلامی است اگه یا در بین خود یک دوستی کنن قدر قوی میشن. 57 کشور است، 57 مملکت است به نام اسلام. خب 57 کشورهای اسلامی، 57 مملکت. اگر اینا وحدت سیاسی کنن، اتحاد سیاسی، اتحادیه، اتحاد اقتصادی، اتحاد نظامی، بیاز خو میگن که عقیده ما یکیست. نه، اتحاد عقیده قرآن است، کلش میگن مسلمان است، کلش میگن نامایشان کلش اسلامی. در عقیده، در سیاست، در اقتصاد، جغرافیا رو واحد کنن. وزکو چیره؟ نه مثل که این کافرها خودشان کردن. حالا نه اتحادیه اروپا با ایالات متحده امریکا هر دو جمع شد پیمان نظامی ناتو نصف کره زمین ناتو است. او را چرا قوی استن همیاله؟ اتحاد دارن. ما چرا ضعیف و ذلیل هستیم؟ اختلاف داریم، حسد و کینه داریم، با یک دیگر دشمنی داریم، از یک دیگر جدا هستیم. این کنین یگانه علتش اینه، بزرگترین علتش است. مسلمانای صدر اول دوران رسول الله سلام صحابه چرا دنیا را رهبری کردن؟ نظام عدل الهی را رساندن در هر جای، قدرت دنیا را گرفتن. یک مشت واحد، یک عقیده واحد، جغرافیای واحد، اقتصاد واحد، سیاست واحد داشت، قوتای نظامی واحد داشتن. این واضح است. حالی یا مانده که کافر نه میال ببینی یک در کشورهای اسلامی جنگ است، یکش که دیگه زده است. حالا دا وحدت نه، ما میگیم وحدت میخواهیم. نه چی میخواهیم؟ وحدت ملی که شد بسط افغانستان شد. ما میگیم بگوین که وحدت اسلامی که بسط جهان اسلام شود. ملی که گفتی 30 میلیون نفر، 30 میلیون هم نیست، 27 میشه نمیشه، امکانش هم نیست. اینجا می باز ازبک است، هزاره است، ترکمن است، تاجک است، پشتون است، پشایی، چه قدره ایره کی کل ایره یک جای کردن بسیار مشکله. اما وحدت اسلامی عقیدتی که گفتی یام جور میشه کل کشور اسلامی. اگر ما وحدت اسلامی بگوییم یک چتر جور میشه، یک خیمه یا یک چتریه که 1.5 میلیارد انسان داخل میشه یا 2 میلیارد انسان. اگر ملی گفتیم 30 میلیون ملی هم بسط افغان مگه بگویم. تاجیکا را ببین چقدر کم هستن، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، ایران خورد هستیم ما. وقتی که ما اونا قوی، حتی ما از اونا یادم نمیگیریم. اگر نه اول اسلام هم تو بود. شما یقین کنین اونا از ما یاد گرفتن. اونا وحدت که مسلمان ها داشت اونو اتحاد ایجاد کردن. ما شما را در مصیبت انداختگی است. پس کوشش کنین که این قومیت نه، زبان، سمت این رویخی یک مرضی است، دانه سرطان است. خب همین را دامن نزنین. از همین مغزتان قوم، زبان و قبیله و همین چیزها را بکشین. زبان یک وسیله فهم و شناخت است. کسی زبان دامن میزنه، قوم سمت، والله خما شما خواندیم صفت یهود است. یهودی مرض داشت. حال یهود که دیگه کافران متحد شدن، ما شما مختلف. برای اتحاد، برای وحدت، برای یک پارچگی امت مسلمه. الله ما شما را قوم نام نمانده، امت. کنتم خیر امت ولتکن منکم امه. امت است تمام مسلمان ها زیر یک چتر، زیر یک حکومت. و این برای ترقی ماست، برای پیشرفت ماست. حتی یکم تا علما گفتن دانشمندا که اگر تو نمیشه که یک رئیس دولت، میشه که یک اتحادیه نه، اتحادیه جور کنیم. بله جور باشیم ما نگاه سیاسی اقتصادی. همیال در اروپا که هست یک پاسپورت است، هر جای میره پولش یک یورو نه، یورو واحد پولی اروپا. یک پیسه در 28 کشور یک قسم میچن. یک دانه پاسپورت داره در 29 کشوری که 40 قدر افغانستان، 60 قدر افغانستان رو میگرده. چرا؟ ما چه؟ از اینجا میدهیم در ترخم میرسیم یک کابلی چرت ازه.
پاسپورت بده او پاسپورت هم مسو میزنه، حتی پاسپورت قبول نداره. چی برات بیارم؟ کارت مهاجرت میگه نه اوسو میزنه. ایران قبول نداره نه شما را. تو اوسو میری تاجیکستان دم قفس شافتی دی چور بخو. اینجا حتی یک ولایت به دیگه ولایت سفر نمیشه. اینقدر خرابی است نه. اونجا کسی که برام میگه داده کم داده میگه کم قوم دی جو بکم ده اگه بگویی نیست اوهو مثلا دستای پنشیر بدخشان اینجا قومای قندار اینا برا مصیبت هست. اصلا کم کم هست پرسان میکنم چی گفت از چنان هست حساب کتاب از کجا آمدی زبانت چی هست پرسانش که خوب تلاشش کن فقط بگوی که در کدام کشور دیگه رفتی. این شما اونجا که برین باز میبینید این تو پخته. یا کسی که من رفتم دیگه که در ولایتایی که فارسی بود تاجیک بود گفت رفتم به حدی که تلاشی کرد مرا گفت من گفتم یک پاسپورت نگیرم بعد از اینکه در ولایت میمینه پاسپورت گفت بسیار گپ نزن دیگه کیرا کار داری و کجا میری و کیرا میشناسی. در پاکستان که بری همینطور کیرا کار داری در کدام خانه و اسپیشال برانچ میگن نه اونجا برو چی شوام نیقه چیزا پرسان می اگر اینجا اونجا میری فارسی زبانی باش و او که از کجا آمده و چطور است و چنان نیقه پرسانت میکنه. اینی گفا اسلام ما و شما را اینمی خراب کرده.